بریم با هم یه شله زرد خوشمزه و عالی درست کنیم. برنج رو از 24 ساعت قبل خیس کردم و باید بهش 6 تا 8 برابر برنج آب اضافه کنیم. بسته به نوع برنجتون ممکنه این میزان کم یا زیاد بشه. اول 6 برابر اضافه میکنیم، اگر نیاز بود کم کم باز میتونیم بهش آب اضافه کنیم. یه دورم هم میزنیم، دیگه نیاز نیست هم بزنیم. دونه‌های برنج اینجا کاملا شکفته شده. اینجا برنج من کاملا پخته و ریز شده، دیگه نیازم نیست بهش آب اضافه کنم. وقتشه که زعفرون رو بهش اضافه کنیم. زعفرون رو همیشه قبل از شکر اضافه میکنیم، چون شکر اجازه نمیده که دونه های برنج رنگ بگیره. میزان شکر سلیقه‌ایه، ولی من 2 برابر برنج شکر اضافه کردم. میتونید با توجه به ذائقه خودتون این میزان رو تنظیم کنید. یک و نیم پیمان گلاب هم به شله زرد اضافه کردم. خلال بادوم رو هم از قبل با گلاب خیسوندم و بعد به موادم اضافه کردم. اگه میخواین خلال بادومتون خیلی نرم باشه میتونید زودتر اضافه کنید، ولی من دلم میخواد که خلال بادوم یه زیر دهن حس بشه. و بعد هم 50 گرم کره به موادم اضافه کردم. در قابلمه رو میذاریم تا شله زرد دم بیاد. این کار باعث میشه که شله زرد آب نندازه. نکات تکمیلی رو تو دیسکریپشن گفتم، حتما بخونید. شله زرد خوشمزمون الان آماده است. همطور که میبینید هم غلظتش کاملا مناسبه، هم بعد از سرد شدن به هیچ عنوان آب نمیندازه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.